چرا باید زهرای اطهر سلام الله علیها اینطور معرفی بشه که هر کسی راجع به ایشون مطالعه کنه به وجود استثنایی او پی ببره؟ موارد استثنایی در زندگی از زهرا سلام الله علیها زیاده. او استثناست، ازدواجش استثناست. کلن 2 زن در تاریخ مسئله ازدواجشون توشون استثناء اتفاق افتاد. یکی اصلا ازدواج نکرد ابداً، حضرت مریم عذراست. در ازدواج کرده هم 1 زن استثناست که شرط شده بود باید با کفرش ازدواج کن و اونم حضرت زهرا سلام الله علیها است که ازدواج فاطمه استثناء بود. چرا؟ چون یه ویژگی داشت، یه خبرایی بود، خدا برای عالم برنامه ریخته بود. لذا نگاه کنید، دوست و دشمن اینجا به امیرالمومنین قبطه و بلکه هم قبطه خوردن هم حسادت کردن. قاتل از زهرا میگه علی ابن ابی طالب 3 ویژگی خدا بهش داده، کل عالم اگر به من بدن من حاضرم همه عالم، نه دنیا رو، عالم رو بدم، یکی همون ویژگی ها رو بدن به من. سومیش اینه که همه از فاطمه خواستگاری کردن. پیغمبر فرمود که امرش به دست خداست و بعد عقد فاطمه با علی ابن ابی طالب بسته شد. ویژگی های استثنایی برای حضرت زهرا گفتن به گونه‌ای که همه بفهمن ایشون استثنائیه. یکی این ازدواجه، استثنائیه. زیارت بیبیه، استثنائیه. تنها زیارتی است که ما هرچی گشتیم فعلا پیدا نکردیم. یه موضوع زیارت معصومین ببینید 6 جلد. همه زیارات با سلام شروع میشه. همه زیارات یا سلام به آدم شروع میشه، یا حضرت از پیغمبر شروع میشه، یا از اون امام. زیارت حضرت استثناست. تنها زیارتی است که ما دیدیم که شما سلام حق نداری بکنی. امام جواد به شما یاد میده که از زهرا چه کسی است. یا ممتحنت امتحنک الله شروع میشه، با سلام شروع نمیشه. ایشون کسیه که قبل از اینکه وارد دنیا بشه امتحان پس داد. ما اومدیم تو این دنیا ببینیم چند مرده علاجیم بعدن به حسام رسیدگی کنن. او قبلا امتحاناشو داده، اینجا اومده به جهت دستگیری، به جهت اینکه در بستر وجودی او سید الشهدا رشد کنه، مهدی فاطمه رشد کنه، پیغمبر رشد کنه، ابیهاست. این که اومد پیش امام صادق گفت آقا شنیدم امیرالمومنین سلام الله علیه لحظات آخر عمر رسول خدا رفت محضر رسول خدا و 1000 باب علم که از هر باب 1000 باب علم میشد فهمید. آخرین افاضات پیغمبر، اونی که لحظه آخر به امیرالمومنین داد، ته علمه، درسته، بالاترین سطح علم مکتوب و مضبوط امیرالمومنینه. حضرت صادق فرمود بله اون نزد ما موجوده. واقعا شما هم دارید اینو؟ پس خوبه والله العلم. واقعا این ته علم مکتوب شماست؟ حضرت فرمود نخیر، جفرم پیش ماست. او جف دیگه چی آقا؟ حضرت توضیح داد احکام از چی از چی است اینا. واقعا این پس علم حقیقی شما اینه، اون لب علم، اوج علم اینه. حضرت فرمود نه، اندنا مصحف و فاطمه. و وقتی طرف میاد میگه آقا شنیدی یکی از بچه‌ها نوادگان امام حسن ادعای امامت کرده، حضرت میفرماد دروغ میگه. اگر راست میگه بگید مصحف فاطمه رو نشون بده، از علائم امامت. اون یکی میگن ادعای امامت کرده، حضرت میفرماد که ولی یخرجوا مصحف فاطمه، اون مصحف فاطمه رو بیارید باز کنید. فان فیه وصیت امنا، ببینید مادرمون به من وصیت کرده. ما همین الان توضیح دادیم امامت رو باید نبی بگه. چه کاره عالم حضرت زهرا که به امامت وصیت میکنه؟ بضعت الرسوله، خود پیغمبره. مثلا یکی از معانی این که ان فاطمه صدیقتون شهیده، اینی که شهید ائمه است. روز قیامت ارزیابی امامم با شهادت اوست و این تو همین زیارت که حضرت جواد داره به ما یاد میده هست. یا ممتحنت امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک. تو نیومدی اینجا امتحان بس بدی که امتحاناتو دادی. فوجدک لم امتحنک صابره. و من بارها اینو عرض کردم، مست میشم با این روایت. و امام حسن فرمود در مورد فرزندانش هر کدوم اوصافی دارن.
یک فرمود. بعد که رسید به سید الشهدا فرمود اما اخوک الحسین فهو ابن امک، برادرت حسین ابن علی همین قد بگم که پسر فاطمه است، ولا ازید الوساط بذالک. دیگه هیچی نمیگه. در بین اوصاف سید الشهدا این مهمه که پسر فاطمه زهراست، هیچی دیگه اضافه نمیگن. خب آقا، اهل بیت از سر این سفره مادر خیلی بهره آوردن، شهیدشون هم که هست، شهادت هم که خواهد داد. به ما چه ربطی داره؟ وقتی محصول باغ کشاورز میرسه، کشاورز خوشحال از این که محصولش رسیده، گداها و بیچاره هم خوشحالن که از این کنار این سفره چیزی بهشون میرسه. امشب به یه تعبیر این شب‌های ولادت زهرای اطهر شب شادی امیرالمومنین و پیغمبر و امام حسن و امام حسین و حضرت حجت و ایناست. ما از چه شادیم؟ و یکیش اینه یفرحون لفرحنا، یکیش اینه که ما هم منتفعیم، چون خصلت زهرای اطهر سلام الله علیها مادریه. این مادر بچه ها شد رها نمیکنه. مادر اگر یه بچهش خیلی ویژه باشه بقیه رو رها نمیکنه، فراموش نمیکنه. ایشون روز قیامت دستش بازه، انشالله باشیم ببینیم روز سلطنتشه. خطاب میاد یا اهل المحشر نکسوا رؤوسکم و غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمه بنت رسول الله الی الجنه. اصلا یعنی چی؟ تا پیغمبر خاتم هست چرا فاطمه اول باید بره؟ فاطمه خیر به پدرش هم رسونده، هدیه خدا بر پیغمبره. آیات داریم در این زمینه، به پدرش هم خیر رسونده، ام ابی هاست. همه این نظام عالم رو او تضمین کرده، همه چیز از بین میرفت. هم حجت خدا بر امیرالمومنینه، واسطه فیض به امیرالمومنینه، سر سفره علم او امیرالمومنین نشسته، مصحف فاطمه نوشته. خب زهرای اطهر وارد بهشت نمیشه، محاذی عرش قرار میگیره، زهرای اطهر وارد بهشت نمیشه. آقا اصلا چک سفید چیه؟ سلطنت در روز قیامت با اوست. ولی برای این که بشارتی خواستن به ما بدن، اینجا دو قبضه میکنه. اینجا وقتی می ایسته و علی رأسها ثوبا ملطخا بدم الحسین، اون پیراهن خونی هم رو سرش میکشه، وسیله شفاعت روی وسیله شفاعت میاره. لذا خطاب میاد یا فاطمه لک اندی الرضا، هر چی بخوای. اینجا نه به تو گفته نمیشه، چی میخوای که وارد محشر بشی. اینجا مادر ما رو هم فراموش نمیکنه، میفهم یا رب شیعتی و شیعت ولدی، شیعیانم، شیعیان فرزندانم.